امروز می‌خوام در مورد یکی از آرزوهای رایج و شایعی که امروزه خیلی از عزیزانمون رو درگیر کرده باهاتون صحبت کنم. ما توی مرکز تناسب اندام و سلامتیمون اولین کاری که برای یک مراجعه انجام میدیم این هستش که از فرد یک اسسمنت یا ارزیابی توسط کارشناس آسیب شناسی و حرکات اسلامی انجام میدیم که بدونیم برنامه تمرینی رو چجوری تنظیم و تجویز کنیم. اما آرزویی که میخوام در مورد فرد صحبت کنم آرزوی افتادگی شانه هست. ما میدونیم که شانه یکی از پرکاربردترین و مهمترین مفاصل بدن هستش که بر اثر ناپایداری به خاطر ناپایداری و حرکت و چرخش خیلی زیاد دچار آسیب میشه. این آرزه علاوه بر مختل کردن فعالیت‌های شانه میتونه روی زیبایی اندام هم تاثیر بذاره. افتادگی شانه حالتی هستش که در اون یکی از شانه ها به طور خفیف یا متوسط نسبت به حالت عادی افت پیدا میکنه و به سمت پایین میاد. امکان داره افتادگی شانه در هر دوی شونه اتفاق بیفته، امکان دارم در یه شونه اتفاق بیفته که یه نوع هماهنگی خیلی محسوسی رو توی شانه به ما نشون میده. حالا علائمش، علت‌هاش اصلا چیه؟ چرا این اتفاق میفته؟ من به چند از علت‌های مهمش اشاره میکنم. آرتروز شانه، ضعیف بودن کمربند شانه‌ای، خم شدن‌های مکرر، حمل کیف، کوله یا وسایل سنگین با یک دست، انحراف جانبی ستون فقرات، مشکل ساختاری که در ستون فقرات بعضی وقتا اتفاق میفته، بی‌تحرکی از عوامل مهمی میتونه باشه که این فرد رو دچار این آرزه بکنه. من تصمیم دارم که توی این ویدیوها براتون چند تا حرکت اصلاحی در این مورد بذارم و کسایی که این آرزه رو دارن میتونن ازش استفاده کنن. امیدوارم ویدیوها رو ببینید و لذت ببرید.